اومدی با پارت 2 جوکر با پارت 2 جوکر با عموماهان عزیز. یه نفر اینجا کم داریم، محمد توربو، اونم زیاد مهم نیست. نتونستیم پیداش کنیم بیاریمش تو پارت 3 میاد. گم شده محمد توربو دوستان. محمد توربو گم شده، تو کامنت ها بنویسید کجاست. بریم بیایم که جوکر رو داشته باشیم. اگه پارت 1 رو ندیدید حتما برید پارت 1 جوکر رو ببینید. این بالا یا این بالا پیشنهاد میشه. خب بذارید توضیح برای بچه‌ها بدیم. نها کنید ما باید جوکر رو هم میشناسم. حالا بذار بگم ما باید کلمات چرت و پرت با هر لفظی که میخوایم به کار ببریم که نفر بغلیمون یا بقیه بچه‌ها رو بخنده. بعد داستان سرایی کنیم. هر کی هم بیشتر بخنده. 3 بار بخنده اولین کسی که به 3 بار خنده برسه مجازات میشه. بچه‌ها شما دستتون اینجوری میشه؟ یه دست یعنی کلا بازی کنیم. آره دیگه. تایم زیاد نشه. داشتن یه دست تو یه دست این که مثلا سر همون یه دقیقه اول داستان عوض میکنیم. دوستان بریم شروع کنیم. چیکار کنیم؟ وایسا لایک و ساب و کامنت اول بزنید دوستان، بعد بریم برای ادامه. خب این زنگوله است. آقا یه کار بکنیم، هر کی یه بار خندید داستان رو عوض کن، هر کی بیشتر خندید مجازات بشه. تا 3 بار دیگه. ما دیگه هر کی اون یه نفر اگه تا 3 رفت مجازات میشه دیگه، تمام میشه. شاید تو هم یه دره 3 بار خندید. داشت دیگه سوپر میشه. سوپر. خب بریم شروع کنیم. من شروع میکنم. یه روز یه مرده بود اومد در خونمون گفت تعال بیا بپر تو بغل. این مرده میدونی اسمش چی بود؟ چی بود؟ مارکوس تورام. تورام یا توران؟ نه مارکوس راکون. گیلانی هم وقتی من نخندیدم. خندیدی داشت توتن یک من داشتم مال نگاه میکردم، داشتم حرف میزدم خندیدم. داشتم حواسم داشتم مال نگاه میکردم حرف میزدم. بچه ها هوتن یک. آقا قبول. آقا ببخشید ما جان شما شروع کنیم. یک روز در محله توخوز آباد بلند حرف. یک روز در مرحله یک روز در داشت گاییدی نخند دیگه، این دفعه میبرشیم. من اینقدر نگرفتیم یادم افتاد. نباید ببخش. یک روز در محله توخوز آباد 2 دوست با هم زندگی میکردن که اسمشون احمد نوراللهی و یونس شاکری بود. احمد نوراللهی و یونس شاکری. یونس شاکری برمیگرده به احمد نوراللهی، میگه که احمد نرو اون تو جا 100 تومن خدا وکیله بهت میدن. احمد نوراللهی به یونس شاکری میگه ننت. بعد اون میگه که چرا بهم فحش میدی؟ بعد اون گفت که چرا بهم فحش میدی؟ شما داریم زحمت. گفت چون دوست دارم. گفت چرا دوست داری؟ گفت چون پشت پا بهت بوس دارم. اسم شخصیت چی بود؟ احمد نوراللهی با یونس شاکری. احمد نوراللهی برمیگرده میگه بی خیال رفیق، رونالدو امروز داره میاد خونمون، نهار چی بپزن؟ یونس شاکری گفتش که بذار به خابیر ماسکرانو زنگ بزنم ازش بپرسم، ولی غذای مورد علاقه رونالدو میرزا قاسمی با ماهی شور کلی دوست داره. ماهی شور. رونالدو برمیگرده به یونس شاکری، میگه که یونس شاکری بکنم برات. و یونس شاکری در جواب گفت بکنه. امیدوارم آره این ویدیو رو ببینید. کسی که چی بود گفته جدی رفت تو نفس بکنه. هوتن دو داستان هوتن شروع کن. یه روزی من بودم و یه رفیقتون. یه روزی آرتور با خانواده‌اش روی میز شام نشسته. آرتور خواننده؟ نه آرتور ملو. بعد آرتور به باباش میگه بابا من دیشب که از خواب پا شدم دیدم که یه مایع سفیدی از روی کیرم زده بیرون.
یه چیز بگم داشت مایه سفید آبمنی آبمنی یعنی آب من. بعد باباش بهش میگه که میخواستم یه چیز بگم دیگه کلا پشیمون شدم. باباش برمیگرد به پسرش میگه که عزیز من اون مایه چیزیه که تو میتونی باهاش فرزند آوری کنی. بعد اینکه پسرش میپرسی که چجوری فرزند آوری میشه کرد با این مایه سفید. آرتور ملو چون ملو بوده یواش میگفت. تو چقدر نمکی کون بوتن اوت شد یه بار تو یه دقیقه تموم شد هم دیگه گفتیم شد باش سوپره بهت گفتن داشت خدا یه بار دیگه فرصت داد بریم. آره، یه بار ناموسن دیگه نمی‌خرم. فرصت نمی‌خرم. ناموسن دیگه نمی‌خرم. آرتور چون ملو بوده به باباش میگه که بابا من باید چیکار کنم که بچه بیارم. باباش به اینا میگن جهان سومی عقب افتاده. میگه که باید اینو بکنی توی یه دختری. میگه کجا یه دختر رو بکنم؟ میگه تو سوراخ گوشش. بعد آرتور میگه خواهر گیر آوردی مادر. فوش میده. زشته با. بوق بذار اینجا. مشکل داریم بیناموس ما داریم زحمت میکشیم. نبود بخندینا تو بازی من کسی نخیر چیزی نه. ما داشت همیشه تو بازی بودیم. تو بازی ماتریکس. Tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. باباش بهش میگه که تو اداره میده توده. کشک نباشم ریسک نباشه. بفهم باباش بهش میگه که نه پسرم این شیوه جدید فرزند آوریه. تو قبلش باید بری رشت بولوار دیلمان کافه آدرس خیلی ملو بری اونجا یه کارامل ماکیاتو سفارش بدی. بعد ما بیشتر بار تکون خورد بوتن دیگه از خونه با پرتونی بیرون من به حرفای مامان میخندم بره. آقا بوتن بوتن از بازی اوت میشه ما 3 نفر میمونیم. هوتن اینجوری بذاری مجازات میشه هوتن. خب آقا نامردی این کس حرف بزنا. خب دوستتون دارین تا جوکر. آقا الان مجازات چی شد؟ مجازات باید به بوتن ما به بگیم هوتن میگیم بعد هوتن انجام میده. حل آخر ویدیو میذاریم. دوستتون دارین خدافظ. بیا اینجا. آقا من نگاه شربت اول بریزم یا آخر؟ شربت آخر. خب اول یه ذره آب بریزیم که غلظت داشته باشه. آقا آیتم ها رو بگید. عرق نعنا این چیه؟ نمیدونیم چیه. نمیدونیم چیه اون تو شیر میریزیم فکر کنم. خب این شربت ایبوپروفن اگه خورده باشید میدونید که خیلی بدمزه آره است. و سس دلپذیر و تخم مرغ خام. خب اول بچه‌ها میخوایم تخم مرغ. بذار خودم میخوام سرطان خودمو درست کنم ببین. تخم مرغ آخه چیه؟ یه دونه جوکره دیگه آخه. بعد تو آب داشت طعمشو کمتر میکنه. ما داریم بهت رحم میکنیم. داش خیلی زنا میشه. زمانش کن. ده من بگیرم. دستکش اشیه نه. تازه میخوایم برات گل محمدی هم بریم. باش خیلی. یحیی گل محمدی. فکر کردم مورچه تو لیوانه. اوه بریم چند تا مورچه پیدا کنیم بریزیم. خب بزن آقا. نزد بشکنی روش. داشت اون تخم مرغ خام بود داشت این داشت اینجا خونه است کسالت بازی در نمیاد. خواه بره. برای دو تا گل محمدی برات تو بریزیم. آب آخه یزی. چه سیری میشه فقط سفیدشو بریزم. فقط زرده رو بریز. کلش. فقط زرده اوکی. کلش. فقط زرده اوکی. کلش. همه رو ریخت ریخت دیگه بکر. وای چه خود مرغم تو عرق رو بریزیم. عرق نعنا. بذار ذره آبشو کم کنیم. چه بوی زنایی میده. عرق نعنای بیشتر زندگی بهتر. فه داشت اینجا میمیره. نه کم بریز کم عرق نعنا هیچ من که همشو که نمیخورم هیچ یه کس قلوب رو میزنم. نکشته که بوتن رو بکشه. سس کچاپو بیار. کچاپ داشت دورتر برو از همون بگیر تو دهنمونی چرا دارم اینو میگیرم. دارم بقیه همونم معجون رو میگیرم.
آقا این باز نمیشه. داداش خودت داری دهن خودتو میگی. وایس بده من داشت بدم نکن یه حرکت پوتکی دستم خیسه شیرم تو پوتک. وایسا چیه این؟ نمیدونم چیه؟ این فکر کنم تو شیر میریزیم کاکائو مانند یه همچین چیزیه فکر کنم. آه چیز خوبه بوی زنا میده یاد نگیر کم بگیر. یاد خوبه این آیتم رو خودم اضافه میکنم. این آیتم یه دقیقه بیاییم و آیتم ویکتوریه این آیتم the good endingه. زیاد کم بهش داشت کم Oh my god. اصلا نگاه اون دیدمش این مزه کیریش اومد تو دهنم. تو دهنم الان داره خب حالا میکسش کنید. یه قاشق بده میکسر بیارم. یه میکسر عزیز رو بیاریم اینجا دست رو دوریم نه داشت دستت رو دوربین نیست داشت من دارم میبینم اینجا دوربین. نصف شما من احتمال میدم هوتن دزدی کنه فقط به مال بله بشه. مواظب باش. ما باید این گلو تو ببینیم این میره داشت پایین. نصفش نه یه قلوب ما اینطوری کن داشت یه غلوپ میزنم یه قلوپ متوسط. یه غلوپ کم نه متوسط. داشت آخه نگاه کن به به داشت گل محمدی زدیم. پودر کاکائو زدیم. کاش که دوربین داشته پشت صحنه رو بهتون نشون بده. وای شکم از الان درد میگیره بیا the good ending. سر جنازه هوتن ما اینطوری کنیم. بیا اینجا هوتن حاجی بریم این ور نور بیشتره. بیاریم هوتن این مجون طلایی رو بخور. چرز. چرز برم تنشین شد. هم بزن من وای چه زنایی. بوی مرده میده. بوی جسد میده. تو چرا بو میکنی؟ هم بزنم شیری ترین بویی که در عمرم به مشام رسیده. اوتم بیا اینجا کجا داری میری بیا اینجا بزن. بوی از این بدتر حس نکرده بودم. وای گوش رفت دماغمون بیا بزن. یه فیلم میاد بیرون. بخورش تو ماه هست. خوتم بخور. میشه این گل محمدی ها رو بردارم تو دهنم نه اون خوشمزهش میکنه. داشت بذار اینا رو بردارم من جای تو بودم این کارم اون بهترین بخش برنامه. وای چه غلیظه وای اوتم فردا صبح سالی بودم. آقا این از این درس تایم ویدیو بیشتر میشه. داشت مردی تو صبر داشته باش. تو اصلا تو دزدی تو نمیخوری اصلا. یه قلا باز آقا من اینو ببینم از اینجا میره پایین. میخورم یه قلاب بخور. بو دماغتو بگیر. دستشوی کدوم دستشوی این اینو اولیه. نریز رو زمین اینو با هیچ زنایی نمیشه. یکی بیاد بگیر از من فقط بودم برم اونجا وایسا بغل ظرفشویی وایسا دوست عزیز. وای چه وای بوش داره از بگو بکن زودتر بخور. من گلوشو چک میکنم. ویدیو چک آقا نمیشه خدایی بره باید بخوری داداش. پیروزی از بوی بدی داره. بخور داداش. وای بو نکن دست. بو میکنی بدتر بو نکن. خیلی بده. مرد سر کسکش تو مرغ داشتی میخوردی کنیوازی در میخوردی. داشت خدایی باشه چند چی تنشین شده؟ سس بخور رو تن وادو فلفل میخوای بیارم چه تمیز بد نیست چرا تمیز بد نیست سر بکشیم. چرا تمیز یه بد نیست بار رو بیشتر بخور. نه بده وای تخمه بار دروغ میگه دیگه نخور. به خدا تم تخمه بار الان تازه بده ده بودن پیروزه این بازی.